سبزی آرزوها رو می‌بینیم. بعد از اون منطقه بومی نشین موزه مردم شناسی رو بازدید می‌کنیم. بعدش ساحل زیبای کلبه هور، بعد از اون کشتی یونانی، بعد از اون بازار پدیده هم داریم. بازار پدیده رو داریم. انتهای مسیر رو میشه بازار مروارید. ساعت 7 برنامه بازار مروارید که احتمال میشه برنامه بعدش داریم می‌تونیم هماهنگ کنیم. دو ایتمایی که قراره با هم دیگه بازدید کنیم